در اساس دستور سپارش‌های رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و نقش چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند با مقصد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، اینچنین درباره زوراوری در عائله و جهت در سطح بلند برگزار نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ارزگذاری به مقدسات ملی و پیشگیری جوانان از همه گونه پدیده‌های نامطلوب از قبیل نشأه‌مندی و نشه‌جلبی، تروریسم و اکستریمیسم، تقلید فرهنگ بیگانه، خودکشی و سوء قصد به جان خود، ترغیب طرز حیاتی سالم، پیشگیری جداشوی عائله‌های جوان در جماعت‌های دهاتی مقیان و جماعت دهاتی فراب واخوری تویر کرده شد. در واخوری نماینده کمیته کاربازان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نماینده وزارت عدلیه در شهر پنجکند عیسی و دلفوزه، مدیر شعبه کاربازان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند زمان و همزیره اشتراک و سخنرانی نمودند. اگر که در زندگی در عائلوی نظر افکنیم، اگر مردها سروران عائله باشند، زنها یاور آنها هستند. یعنی عائله بی زن و مرد وجود داشته نمیتواند. در عائله پدر هست و مادر هست. و اگر در جسم انسان گیریم، همین سر مرد باشد، گردن چی است؟ زن است. و اگر بگیم که مرد شاه باشد، وزیر و چی است؟ زن است. از این خاطر همین گردن چی است؟ زن است. و همین سر به هر طرفی که تو میدهد کی است؟ زن است. از این خاطر میگه که لایق بزرگی گره زیر زمین یا به فلک خیمه زند، هر کجا مردی بزرگ است گرفتاری زن است. و ببینید در تمام تاحت در چی حدیث ها، چی در اگر در علم امروزه دنیوی یا اینکه در دینی گیریم، اگر موقع زن، منزلت زن خیلی بلند است. از این خاطر بهشت زیر قدم مادران پرداختن و جلال الدین رومی میگه که سرزی مادر مکش که تاج شرف گرد از راه مادران باشد، خاک شب زیر قدم های او که بهشت در قدمگاه مادران باشد. از این خاطر رسالت زن مادر خیلی وزین است. برابر رسالت همسری، برابر رسالت مادری، زن مادر امروز در پهلو و پهلوی مردها ایستاده در تمام سمت‌های جامعه فعالیت میکنند. در رفت این واخوری از جانب ساکنان دعوت به عمل آورده شد تا چنین واخوری‌ها بیشتر فراخوانده شود تا باعث بلند برداشتن دانش حقوقی زنان دهات گردیده و در رعایت مسئله‌های گندری کمک رسان باشد. گزارش مرتبه رحمانوه و طلبشاه تاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.